در حالت ایستاده نباید آب بنوشید، اما بعضی از ما در حالت ایستاده آب می‌نوشیم، اما ممکنه منجر به مشکلات سلامتی بشه. هنگامی که ایستادید بدن و بافت‌های شما در حالت تنش قرار دارن. این منجر به جریان سریع آب در بدنتون میشه که باعث عدم تعادل مایعات موجود در بدن میشه. آب با نیروی زیاد و مستقیما از کانال‌های غذایی عبور میکنه که برای معده مضره. وقتی آب ایستاده نوشیده میشه، اعصاب متشنج میشه. این عمل ممکنه باعث افزایش سموم و سوء هاضمه در بدن بشه. عدم تعادل مایعات همچنین ممکنه باعث درد در مفاصل بشه و باعث التهاب مفصل و آسیب مفاصل بشه. نوشیدن آب به حالت ایستاده ویتامین‌های موجود در آب رو به کبد نمی‌رسونه و ممکنه ریه‌های شما رو به خطر بندازه و حتی مشکلات کلیوی به وجود بیاره. پزشکان توصیه میکنن که بشینید و آب بنوشید، چون کلیه شما بهتر تصفیه میکنه و هیچ آسیبی به سلامتی وارد نمیکنه.